سلام، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. ادامه پارت بعدی بازی جذابی که دارم انجام میدم و داریم میدیم. بعد خوشحال میشم با لایک و سابسکرایبتون منو مورد حمایت قرار بدید. خب بزن بریم. سلام. وای، فانتاسماگوریا داره میاد. این عالیه. شاید بعدم وقت کنیم یه سری بزنیم، کی میدونه. وایسا، داری اذیتم میکنی. اول تمرکزتو بذار روی پیدا کردن جایزه ابدی تا ببینیم بعدن چی میشه. باشه، نمیتونم صبر کنم. نگاه کن، اون بنجامینه که تو جنگل بود. ببین، اگه دنبال دوست میگشتی یا خواستی بازی کنی من پایم. با اون روباه وحشی حرف نزن. بهت گفتم روباها خطرناکن. بذار درستش کنم. بنجی، تو یه روباه وحشی و خطرناکی. وای بنجی نرو. بذار اون حیوان وحشی فرار کنه. نمیخوام اتفاق بدی برات بیفته. باشه. آروم باش کثافت. خانم کوچولو، چیه؟ ادبت. هپ. یه فاش بدتر داده بود تو دوبلش. مؤدبانش رو گفتم. گنده بر. بله خانم کوچولو. کسی تا حالا تونسته به آخر بازی برسه و خوشحالی ابدی رو به دست بیاره؟ آره معلومه. تا ابد با خوشحالی زندگی میکنن. چقدر خوب. میدونی میخوام جایزه بازی رو به مامانم بدم. کاش میشد بهش خوشحالی و هدیه بدم. اکلیلم واسه اون کار نمیکنه. این از مهربونیته. ممنون. میخوای به اکلیل بزنم؟ لازم نیست. اینقدر لوس نباش، بیا. شادی برای گنده بر. خب ممنونم. بیا جایزتو پیدا کنیم تا مامانت بهت افتخار کنه. آره. مرغ ماهی خواره ببین، شبیه بابای کوینه. کیه؟ اون همیشه تو گودال کنار مدرسه میشست. لباس تنش نبود، آقای پلیس هم داشت با چوب دسته میزدش. حیف دیگه ماهی نداریم که بهش بدیم. اونا عاشقشن. یعنی تو میخوای به خاطر ماهی عذاب وجدان بگیرم؟ یه تصمیم سخت گرفتم و پشیمونم نیستم. متوجهم خانم کوچولو. همینجوری گفتم. خب پس حرفشو نزن. خانم کوچولو دوست داری سوار اسب سلطنتی پارک بشی؟ آره چرا؟ گفتی اسب سلطنتی؟ من یه پرنسس کوچولوام. نگام کن، سوار اسبم. هی اسبی وایستا. وای. آه چه بدشانسی. حالت خوبه؟ خوبم، چون من یه خانم کوچولو هم نگرم. البته چون کوچولویی و ممکنه صدمه ببین. یه بار دستم رو شکوندم. پس متوجه حرفم هستی. اون اردک رو ببین. خب بهتره بریم خانم کوچولو. نمیخواد با اردک ها حرف بزنی. لیست نشو، اردک ها باحالن. یه ضبط زود دستشه. بالاخره یه فرصتی پیش اومد که واقعا برقصیم. میخوای یکم از رقصی که بلدی رو بهم نشون بدی؟ البته، نگاه کن. خوبم.
میکنم. چقدر بد شد. راجع به چی حرف میزنی؟ خیلی هم عادی بود. هرچی تو بگی. میتونم شادی ابدی رو حس کنم. خوبه، آخرین چالش توی گورستان حیوان است. گورستان حیوونا؟ بهترین جا واسه تمام کردن بازی. فکر منم همین بود. خوشحالم که همچین حسی داری. وقتی پیاده روی میکردیم داشتم فکر میکردم که میتونم چند تا سوال ازت بپرسم. البته من خوب بلدم جواب سوالا رو بدم. عالیه، فقط میخوام صادقانه جوابمو بدی. باشی. خب تا حالا تو دزدی کردی؟ هیچ وقت. هیچ وقت؟ آفرین. سوال دوم، تو الان خوشحالی؟ آره، یعنی الان که اتفاق بدی نمیافته، همین خوشحالم میکنه. خب سوال آخر، بقیه دوست دارن؟ مطمئنم مامان دوست هم داره، چون هیچ وقت تنم نذاشته. ممنونم که رو راست بودی. خواهش میکنم. نگاه کن، رسیدیم به گورستان حیوونا. حالا آماده که جایزه خوشحالی ابدی رو پیدا کنیم؟ آره، کجاست؟ توی یکی از قبرها قایمش کردم. باید یه قبر بکنم؟ کدوم؟ راهنماییت میکنم. جایی که ماهی قرمز دفن شده. ماهی قرمز؟ باش، باید با دسته کوچیکم بکنم؟ ای بابا. نه، از بیل استفاده کن. کدوم بیل؟ این بیل. اون بیل باشه. اوف، قبری که ماهی قرمز تنشه. این شبیه بذار همینجی بچرخیم. خانم کوچولو کجا میری؟ واقعا؟ چه خانم کوچولو بیادبیه. بریم بگردیم. نوشته آقای بابل. نه، خیلی چیزی ننوشته. بذار ببینم. راجر کلاق اون خورد تو پنجره. نمیفهمم. نه، فکر نکنم. نوشته پا در حال انجام کار مورد علاقش مرد. پیپی خوردن. ای وای. نه، فکر نکنم. استفانی کوین، نویسنده رمان عاشقانه اعتراف یک گربه. رمان عاشقانه چی کتابی؟ این هم نیست به نظرم. نه، معلومه. باشه، بریم ببینیم. لولو کوچولو، سگ کوچولویی که یک مرد رو خفه کرد. نه، فکر نکنم. نه. خب آخری بود. دنیز در کنار اطرافیانش مرد. بر آتش. بر آتش. ناک. بذار بریم آخری هم ببینیم دوباره. نوشته آقای بابل.
تبریک میگم خانم کوچولو، تو گفتم. جایزه رو پیدا کردی. واقعا همینه. اون جعبه کوچیکو میبینی؟ بازش کن. باشه، خیلی باله. جایزه اینه؟ این که فقط یه نوشته است. چی؟ آره، نوشته من خوشحالی ابدی تو دزدیدم. امضا بنجامین. نه، خوشحالی ابدی. میدونستم اون روباه مشکل سازه. اون جایزه تو دزدیده. چقدر بد شد. میخواستم مامان باهاش غافلگیر کنم. حالا چی کار کنم؟ باید روباهو پیدا کنیم و خوشحالی تو ازش پس بگیریم. فکر نمی کنم خیلی دور شده باشه. بریم تا پیداش کنیم. آره، فکر خوبی. چقدر بد شد. ببین بنجامین، تو خوشحالی ابدی ما دزدیدی؟ کار بدیه. بسته بنجامین، خوشحالی ما پس بده. دنبالش کن. نباید بذاریم اون روباه دوباره از دستمون فرار کنه. اون جایزه تو دزدیده. بنجامین واقعا ناراحتم کرد. بچه ها عذاب. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. تا ادامه پارت بعدی بدرود.